سراج و تواریخ، جلد اول، بخش 23. خواننده نعمت بهار. ذکر سلطنت اعلی حضرت شاه شجاع الملک. چون شاهزاده داخل بالاحصار شد، بر اریکه سلطنت جلوس فرموده بعد از ادای مراسم جلوس ابوالحسن خان را که در دایره خیبر به خدمتش رسیده بود به خزانه‌داری جواهر و نقد و جنس سرافرازی داده و شاهزاده پسری والاگوهر خود را به حکومت قندهار که هنوز شاهزاده کامران به آن ایالت قایم و استوار بود نامزد فرمود و سردار احمد خان نورزایی را با عطا محمد خان بین شیر محمد خان مختارالدوله و سیدال خان به خلعت پیشکاری شاهزاده مفتخر ساخته، از جهت بودن شاهزاده قیصر در قندهار 5000 سوار نیز از مردم درانی و غلام خانه با شاهزاده همراه کرده مبلغ از خزانه برای انعام اعیان و انام، یعنی برای سرداران و مردم عام آنجا به ایشان سپرده روانه قندهار نمود. و چون وارد جکان واقع دو منزلی قندهار شدند، شاهزاده کامران بن اعلی حضرت شاه محمود که حکمران آنجا بود تا به مقاومت در خود ندیده، با وزیر فتح خان که از راه هزیمت به دو پیوسته بود طریق فرار جانب فراه اختیار کرد و در آنجا بار اقامت گشوده. وزیر فتح خان نیز از وی کناره گزیده به محال معروف خزید و به قول صاحب تاریخ سلطانی در منزل جکان با شاهزاده حیدر و همراهانش جنگیده و مغلوباً از راه فراه در هرات نزد حاجی فیروزالدین رفتند و او به التماس مادر خویش وی را به حکومت فراه مأمور کرد و فتح خان نخست حاجی فیروزالدین را به مخالفت اعلی حضرت شاه شجاع ترغیب کرده. چون سخنش را نشنید، بعد با برادرانش که همراه بود در فراه نزد شاهزاده کامران آمده، از وی نیز التفاتی ندیده به علاقه معروف رفته جای گزید. از این سو شاهزاده حیدر پس از حصول فتح از منزل جکان رهسپر شده به قندهار درآمد و به مسند حکومت نشست و شاهزاده قیصر که از موضع مینه چنانچه از پیش رقم گشت جانب قندهار رو آورده و کاری از پیش نبرده بود و این وقت خانه بدوش در نواحی قندهار می گشت. از ورود شاهزاده حیدر در قندهار آگاه گشته، عرض پرداز پایه سریر سلطنت شده التماس حکومت قندهار نمود و اعلی حضرت شاه مسئول او را به گوش قبول شنیده شاهزاده حیدر را به کابل طلبیده منشور حکومت قندهار را به نام شاهزاده قیصر صادر فرمود و هم چند تن دیگر از خوانین عظام را برای اهتمام مهام آنجا از حضور گماشت. با این حال شیر محمد خان مختارالدوله و غیره خوانینی که شرف رخصت بار و در نزد اعلی حضرت شاه رتبه اعتبار داشتند به عرض رسانیده ملتمس عفو خطایای وزیر فتح خان شدند و مطابق عرض آنان عریضه از خود وزیر فتح خان نیز به ملاحظه اقدس شاهی رسیده گل محمد خان نظام الملک از حضور به تسلی دادن و آوردن او مأمور گشت، چنانچه مشار علیه از محال معروف به اتفاق فرستاده اعلی حضرت شاه حاضر بارگاه گردیده به منصب سردار پاینده خان پدر خود سرافراز گشت و بعد از عفو تقصیر وزیر مذکور دسته از سواران حضور مأمور شنوار شده که کیفر کار عاشق شنواری را با اقوامش که نسبت به اهل حضرت شاه زمان که رقم شده آمد کرده بودند به کنار ایشان بنهند، یعنی آنها را به سزای اعمالشان برسانند. چنانچه سواران مأمور در آنجا رفته مال و منالی او و اقربا و تابعانش را که در گرفتار ساختن اهل حضرت شاه زمان شریک و همداستان بودند تاراج کرده، خود ایشان را با عیال و اطفال حاضر درگاه اعلی حضرت شاه نمودند و شاه عاشق را از ضرب خمپاره پاره پاره فرموده باقی را به زندان انداخت و قید سخت نمود. یاد از
اعلی حضرت شاه شجاع الملک جانب پشاور و گریختن وزیر فتح خان. چون اعلی حضرت شاه شجاع از امور مهمه کابل و قندهار فراغت یافت، به عزم و نظم و نسق کشمیر و دیرجات از کابل آهنگ پشاور کرد و در منزل بگرامی وزیر فتح خان به بهانه ساز نمودن سامان سفر رخصت معاودت شهر و توقف چند روز حاصل کرده مراجعت کرد و 2 روز تهیه اسباب سفر نمود. اسباب سفر راه فرار جانب قندهار پیش گرفت. اعلی حضرت شاه در منزل جگدلک یا جگدلک از گریختن او آگاه گشته به دستخط خویشتن حکام و حفاظ و عمال عرض راه را منشور فرمود که او را در هر جا بیابند با دست بسته به حضور آرند و خود اسب رانده وارد پشاور شد و از آنجا یکی از خدام بارگاه را نزد عبدالله خان حاکم کشمیر که از طرف اعلی حضرت شاه محمود حکومت آنجا را داشت فرستاد که مالیات آنجا را امتحانا و اختبارا به صورت آزمایشی از وی بطلبد تا اگر ادا نماید کار بر وفق مرام آید و الا به تنبیه و تهدیدش لشکر گسیل دارد. اما او از حکم پادشاهی ابا نکرده مالیات آن ولایت را با تحف و هدایای شایان با عریضه عجز و انکسار، یعنی با یک خط عاجزی و شرمساری فرستاد و اعلی حضرت شاه به عطای خلعت و منشور حکومت کشمیر و خطاب سرداری ممتازش فرموده به دستور سابق به حکومت آنجا مأمور گردید. همچنین حکام و بزرگزادگان دیرجات از دادن مالیات هر یک به خلعت حکومت و سرداری قوم خویش سرافرازی یافته مشمول عواطف خسروی شده به خدمات مرجوعه مأمور آمد. ذکر فتنه وزیر فتح خان و اغوا کردن او شاهزاده قیصر را. چون وزیر فتح خان به قراری که اتفاق ذکر یافت از کابل گریخته در قندهار شتافت، شاهزاده قیصر حکمران آنجا را اغوا کرده به مخالفت اعلی حضرت شاه شجاع برانگیخت و تهیه لشکر نمود. هر دو تن با هم روی تسخیر به سوی کابل نهادند. این خبر ثمر گشته به گوش اعلی حضرت شاه رسیده در آغاز بهار عزم مدافعه و پیکار نمود و نخست مناشر استمالت انگیز یعنی فرمانهای پادشاهی به درانیانی که هواخواه او و در تحت لوای شاهزاده بودند صدور فرموده. بعد از پشاور راه کابل برگرفت و چون اردوی شاهزاده و وزیر فتح خان راه نزدیک کرده بود، اعلی حضرت شاه همچنان از گرد راه ترک فرود آمدن شهر کرده در دهمزنگ نزول فرمود و از آنجا حرکت نموده قلعه قاضی را اسکرگاه ساخت. از آن سوی شاهزاده با وزیر فتح خان در میدان رسیده فروکش کرد و شب هنگام فیض الله خان ففلزایی با همراهانش و غیره کسانی که اعلی حضرت شاه از پشاور به ذریعه منشور ملاطفت دستور یعنی فرمان از روی خیرخواهی و نیک ایشان را به خود مایل و راغب نموده و ایشان وعده به فرصت گذاشته بودند از اردوی شاهزاده جدا گشته به رکاب اعلی حضرت شاه پیوستند. شاهزاده با وزیر فتح خان از مشاهده این حال اختر اقبال خود را در حزیز و بال دیده یعنی در نشیب و زوال دیده راه فرار جانب قندهار پیش گرفتند و شاه به همین قدر اکتفا کرده از قلعه قاضی به شهر مراجعت فرمود. بار استراحت و رحل اقامت گشود. ذکر وصول نامه و رسول اعلی حضرت امیر حیدر پادشاه بخارا و قلیچ خان حکمران خلم به پایه سریر سلطنت اعلی حضرت شاه شجاع. از سال 1220 هجری یعنی 1184 شمسی نامه و فرستاده اعلی حضرت حیدر شاه امیر بخارا
و قلیچ خان حکمران تاج قرغان یعنی خلم به پایه سریر سلطنت رسیده شرف بار حاصل کردند و 7 قطار از اشتران بزرگی کوهه سرخمو و 20 سر اسب بازین و یراق طلا یعنی بازین و همان افسار طلایی و نقره و چند دست باز سفید و غیره اقمشه چینی یعنی پارچه های چینی و روسی و تاتاری و اسپان خوش رفتار یارکندی و پست های سمور و نامه موحدت و مواصلت دستور پیش کشیدند، یعنی نامه‌ای که در آن از خویشی و دوستی گفته شده بود. هدایای مذکوره مقبول و مطبوع طبع شاهانه شده. نامه اش که مشعر بر التماس ازدواج سبیه دوشیزه، یعنی این که این نامه حکایت از خواهش ازدواج دوشیزه دختر اعلی حضرت حیدرشاه بود، نیز درجه قبول پذیرفت و فرستادگان ایشان به انواع انعام و مواهب رخصت انصراف یافته. چند تن از معتمدان حضور جهت انجام امر عروسی با آنان مأمور بخارا شدند و در آنجا رفته آن بانوی حرم محترم را به رسم ملوکانه آورده از وصل اعلی حضرت شاه کامیاب شد. ذکر تنبیه و تهدید شاهزاده قیصر و وزیر فتح خان. پس از انجام امر مذکور اعلی حضرت شاه را داعیه سرزنش شاهزاده قیصر و وزیر فتح خان که از منزل میدان گریخته در قندهار سلسله جنبان کینه و عناد شده بودند، یعنی کینه و دشمنی شده بودند، در سر افتاده از کابل با حشمت و مکنت یعنی با شان و شوکت و توانایی شاهانه رو به قندهار نهاد و آنگاه که در منزل توپ نزدیک 16 کروهی کابل منزل است به طرف غزنین، منزل توپ نزول اجلال فرموده. شاهزاده قیصر خبر گشته از راه بی‌ثباتی قندهار فرار وادی ادبار شد، یعنی به سوی بدبختی و سیاه روزی رفت و کسانی که تا این وقت با او دم معاضدت زده یعنی همکاری و همراهی میکرده و ایشان را طریق معاونت پیمودند، یعنی برگشتند. از راه اطاعت پیش آمده سر انقیاد در خط فرمان اعلی حضرت شاه نهادند. بعد کوکبه شاهی در شهر قندهار پرتوی اصول افکنده به نظم نسق شهر و ولایتش پرداخت و پس از چندی که امور مهمه آنجا مرتب و منظم گشت، اعلی حضرت شاه زمان مکوف البصر یعنی اعلی حضرت شاه زمانی نابینا که چشمش را کشیده بود، کور کرده بود، که در این سفر همرکاب اعلی حضرت شاه رهسپر بود و شاهش گرامی می داشت، به شفاعت شاهزاده قیصر پسر خود برخواسته از اعلی حضرت شاه عفو تقصیرش خواسته معفو گشت. چنانچه شیر محمد خان مختارالدوله از حضور اعلی حضرت شاه مأمور شده آن بادیه پیمای صحرای حیرانی را به نوید عفو جرایم حاضر پیشگاه خسروانی نموده مبذول عواطف خاقانی گردید. خاقانی یعنی مورد عواطف شاهانه گردید و به دستور سابق از بغاوتش به حکومت قندهار مأمور گردیده. اعلی حضرت شاه زمان پدرش با چشم نابینا به اقامه قندهار اختصاص یافت تا پسرش را از اغوا و القای غرضجویان باز داشته مؤدبش باشد که پا از جاده اطاعت بیرون نگذارد. ذکر توجه اعلی حضرت شاه جانب سیند و دیرجات برای وصول مالیات. چون مالیات چند ساله محال سند از سبب اختشاشی که مذکور شده آمد به کارکنان دیوان سلطنت نرسیده بود، بدون اینکه حاکمی مأمور شود خود اعلی حضرت شاه اولویه ظفر همراه را یعنی بخش از لشکر همراه را از قندهار جانب سیند شقه گشا فرمود، یعنی با خود برداشت و برد، در حرکت آورد. مصطفی خان بن نصیر خان بلوچ از داعیه اعلی حضرت شاه آگاه گشته با ملا فتح محمد نامی را
تقبیل عتبه اولیا برگرفته، یعنی رکاب حضرت شاه شده. قبل از آن که لوای نصرت التوا، یعنی قبل از آن که لوای همیشه پیروز حضرت شاهنشاه در اهتزاز آید، وارد قندهار گردیده، شرف رکاب بوس حاصل کرده به عرض رسانید که به شیوه مستمره با 6000 سوار مقرره و 6000 دیگر از مواجب خوران خود که مجموع 12000 سوار شود، در تحت رایت سعادت آیت قرار یافته، هم رکاب شاهی طریق خدمت پیماید. و هم التماس نمود که دختر محمود خان برادر مهترش، یعنی دختر برادر بزرگترش، ازدواج شاهزاده محمد تیمور درک افتخار کرده شرف قبول حاصل نماید. اعلی حضرت شاه ملتمسات او را منظور نظر عاطفت گستر فرموده، بعد از وقوع ایجاب و قبول توکیلی، یعنی بعد از وکالت، ایشان را از عطای خلعت و زر نیک بنواخته رخصت مراجعت داده، امر کرد که با سوارانش در عرض راه حاضر رکاب آیند و خود راه سیند برگرفته در منزل واقع شیر سرخ فرستادگان میران سیند فیضیاب رکاب شاهی شده عرض و التماس نمودند که اعلی حضرت شاه فسخ عزم فرموده زمین سیند را لگدکوب سپاه ننمایند و مبلغ 800,000 روپیه بدون زحمت سفر عاید خزانه شمارند. اعلی حضرت شاه شجاع نظر به کثرت مالیات سیند که باقی مانده بود، عرض ایشان را نشنوده رخصت معاودت داد و همچنین در شالکوت نیز وکلای میران سیند به شرف رکاب بوس رسیده 12 لک روپیه به ذمه گرفتند که به شرط معاودت اعلی حضرت شاه ادا نمایند. ایزن سخن ایشان پذیرفته نیامد. اعلی حضرت شاه اسب رانده چون وارد موضع گندابه شد، محمود خان پسر نصیر خان بلوچ با 12,000 سوار و پیاده بسیار ملحق اردوی شاهی شده هدایای شایان از قبیل اسپان با ساز و برگ و سیم و زر و اشتران مهارور و هودج زرنگار و اجناس زرینه و پشمینه بسیار به رویش آبا و اجداد خیش پیش کشیده و 3-4 روزه رخصت درنگ حاصل کرده به خلاء فاخره و یک زنجیر پیل با امار سربلند گردیده که ساز سفر ساز کرده بعد حاضر رکاب آید. چنانچه در منزل قریب به دشت پیست که این دشت تخمیناً 25 کروهی آبادانی ندارد، با سواره و پیاده اش به شرف رکاب بوس واصل گشت. اعلی حضرت شاه کوچاکوچ اسب رانده وارد شکارپور شد و در اینجا وکلای میران سیند و خوانین تالپور با سادات گرام و علمای عظام و پیرزادگان ذی الاحترام کلام حضرت ملک علام را به دست شفاعت گرفته و پای زراعت در بارگاه سلطنت حاضر آمدند و زمین و ادب بوسیده التماس تخفیف بقایای وجوه دیوان که بر ذمه ایشان مانده بود نمودند. اعلی حضرت شاه برای آیت قرآن حمید و سادات و علما و پیرزادگان صاحب تمجید که به شفاعت آورده بودند 10 لک روپیه را بخشوده 20 لک را وصول فرمود و علاوه بر مبلغ مذکور تحف و هدایای مرغوبه دیگر نیز از قبیل اسپان، زین و یراق طلا و نقره و تفنگهای بست طلا و شمشیرهای قبضه مرسع یعنی جواهر نشان و غیر قماش یعنی غیر پارچه های نفیسه به رسم پیشکش واصل و داخل دیوان اعلی گشت و به اندازه 6 لک روپیه دیگر تعارف منشیان و کارپرتازان حضور که سندیان دادند به حساب آمد و سندیان نیز به خلاء فاخره سرافراز گردیدند. با این حال فرستادگان راجگان مرحته با عرایض عجز و انکسار یعنی با عاجزی و سرخمی و هدیه بسیار و 3 زنجیر پیل و اسبان عربی، زین و اسباب زرین و سیمین و عقدهای مروارید و جیلهای مروارید و توبهای کمخاب را در اینجا این گونه معنی کرده است: جامه‌ای که به انواع مختلف بافته باشند که خواب کم دارد، یعنی کرک‌های آن کوتاه است
هرچه کرک و پشم و ابر پشمش زیاد باشد و خوابش بیشتر و دروشتر باشد نامرغوب تر است. خب معنیش همین است کم خواب. و بادله تار نقره و طلا. و یک تاره امون زرتار زری و پارچه‌ای که از زر باشد. زری و دوپته های دکنی، همون قطیفه هایی که با زری دوخته شدن. و غیره اسباب و اجناس ابریشمینه. شرفیاب حضور شاهی شده مورد الطاف پادشاه گردیده رخصت مراجعت یافتند. بعد از شکارپور راه دیرجات پیش گرفته وارد کوت و ملتن شدند. در آنجا بهاولخان عباسی یک زنجیر پیل و چند رأس اسب با ساز و برگ طلا و نقره و مبلغ از زر و سیم و چند دست باز شکاری و اشتهران مهاری و غیره اجناس زری و ابریشمی از راه هدایای مستمره مقرره فرستاده شرف منظوری یافت و فرستادگانش خلعت و رخصت مراجعت یافته به خرمی و شادکامی معاودت کردند. در خلال این حال خبر سرقت دزدان و قطاع طریقان حدود میان دو آبه بهاولخان و کیجی ولیه در افواه افتاده به گوش اعلی حضرت شاه رسید و سردار احمد خان نورزایی با عبدالغفور خان فوفلزایی و 9000 سوار به قلع و قمع مواد فتنه آن گروه اشرار از حضور مأمور شده ایما و اشارت رفت که پس از استیصال آن جمعیت زاله، یعنی پس از قلع و قمع آن جمعیت گمراه شده، از همان راه وارد قلعه اتک شوند و خودش از آنجا کوچیده چون وارد دیره غازی خان شد از عرض بهاولخان خاطر نشان گشت که الکای میان دو آبه متعلقه وی از ورود سپاه پادشاهی روی در خرابی و تباهی نهاده و سارقین از خوف و اندیشه جان فرار بادیه گمنامی گردیده اند. هم در عرضه اش مرقوم داشته و التماس کرده دفع گروه گمراهان وادی هرمان را مشروط به مراجعت لشکر بر عهده خود گرفته بود. مسئولش به محل قبول افتاده سردار احمد خان و عبدالغفار خان را منشور معاودت صدور یافت که به عز رکاب بوس واصل آیند. پس از صدور این حکم 8 روز در دیره غازی خان درنگ فرموده و نماز واضحه عید قربان سال 1221 هجری یا 1185 شمسی را به جای آورده از آنجا حرکت کرد و هر دو تن سرداران مذکور در عرض راه بر رکاب سعادت نساب شاهی پیوسته همعنان وارد دیره اسماعیل خان شدند و در آنجا فرستادگان محمد خان سدوزایی حاکم و سردار کیجی ولیه با مالیات آن دو ولایت و دیگر تحفه و هدیه به شرف بساط یعنی دستبوس مشرف گشته هدایا و وجه مالیات را پیش کشیده با خلعت رخصت مراجعت حاصل کردند و کوکبه شاهی از آنجا حرکت کرده کوچ بر کوچ وارد کرک ولاچی شده. سید عطای قاضی کابل که ملازم رکاب بود رخصت دیدن معدن نمک حاصل نموده در نمکسار از دست دزدان به قتل رسید. اعلی حضرت شاه در همان روز آگاه گشته محمد شریف خان ضبط بیگی را با 1000 سوار به گرفتار نمودن دزدان مأمور فرمود و وی راه انتقام به آن دسته لعام نزدیک کرده از دیدار گرد و سیاهی سوار مردم وزیری به ننگ افغانی دزدان را مددگار شدند و به آهنگ جنگ پیش آمدند. محمد شریف خان با ایشان درآویخته خون اکثری از دزدان و وزیریان را به خاک هلاکت بریخت و سرهای کشتگان را بریده با خود نزد اعلی حضرت شاه آورد. در آن میان سر شیر محمد خان وزیری که اعلی حضرت شاه را چنانچه از پیش رقم گشت خدمت راه بلدی به جای آورده بود به نظر اعلی حضرت شاه افتاده تأسف دست داد
و آن سر را در شال پیچیده با مبلغ از طلا به خانه اش فرستاد و پسرش را طلب حضور فرموده به خلعت و جایگیر مستمر سرافرازی داد. بعد از آنجا راه برگرفته داخل پشاور شد و از عرایض دادخواهی مردم شهر و اطراف کشمیر احوال جور و ستم عبدالله خان حاکم آنجا را که مالیات 2-3 ساله نیز بر ذمه‌اش باقی مانده بود شنیده، محصل مأمور فرمود که او را از ظلم و ستم منع کرده و مالیات دیوانی را از نزدش گرفته به خزانه حمل و نقل نماید و او از حکم اعلیحضرت شاه ابا کرده سر از جیب تمرد به در آورد. از رسیدن این خبر شیر محمد خان مختارالدوله عرض پرداز شده التماس تنبیه و تهدیدی وی نمود که با لشکر آراسته به تدمیر یعنی به هلاک کردن او مأمور کشمیر گردد. اعلیحضرت شاه عرض او را به گوش قبول شنیده، چون 1 ماه از نوروز گذشته هوای پشاور گرم شده بود، وعده به فصل خریف یعنی به فصل خزان گذاشته لوای مراجعت جانب کابل افراشت و پس از وصول در کابل افواجی که ملازم رکاب و از ایلات و طوایف درانی و غلجایی و هزاره و قزلباش و از عرضه 1 سال طریق خدمت پیموده بودند 3 ماهه رخصت مساکن و مواطن خودها شدند که بعد از میعاد مذکور حاضر حضور آیند و خود با عمله و فعله خاص از جهت آنکه اندک تغییری به مزاجش روی داده بود در شکردره تشریف برده ییلاق گزید. پس از حصول صحت و گذشتن تابستان به شهر مراجعت فرموده و سپاهی که رخصت خانه های خود شده بودند نیز حاضر آمده فراهم گردیدند و مردم پشاور و ترکلاتی و خطک و باجوری را نیز حکم صادر شد که سامان سفر کشمیر ساز کرده تا رسیدن افواج قاهره تن به صلاح بیارایند.